سرخط مهمترین خبرها: طلب حبس ابد برای افرادی که در حمله به کراکرس دست داشتند. سفیر روسیه از تلاش برای ایجاد اختلاف بین ملت‌ها گفت و بازداشت رئیس کمیسیون دعوت در شهر توس. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 25 اپریل سال 2024 است. دادگاه شهری مسکو شکایت لطف‌الله نظریمت شهروند 24 ساله تاجیکستان را رد کرد. این زاده تاجیکستان در پیوند به حمله مرگبار به مجمع کراکرس سیتی مسکو دستگیر و حبس شده است. او قبلا از قرار حبسش به دادگاه شهری مسکو شکایت کرده بود، اما این دادگاه 24 اپریل شکایت لطف‌الله نظریمت را رد و قرار حبس او را تا 22 می به تغییر گذاشت. بعضی از رسانه‌های روسیه قبلا نوشته بودند که او یک روز بعد حمله در کراکرس سیتی حالی مسکو برای دغلی با پلیس بازداشت و دیرتر گویا ربط داشتنش به حادثه ثابت شده است. از بس که آن زمان مرافع پس درهای بسته گذشته بود، موقع خودش معلوم نبود. در زادگاهش به درستی آن شبهه دارند. شکایت شهروند تاجیکستان در حال رد می شود که روز 24 اپریل مسئله حمله به کراکرس در دومای روسیه و هنگام گزارش دادستان کلی این کشور بررسی شد. ایرینا یاروویا معاون رئیس دوما طلب کرد تا افرادی که از خارج در حمله به کراکرس دست داشتند به حبس ابد محکوم شوند. یاروویا از هیچ گروه یا کشور نام نبرد. با وجود آنکه گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته نوار حمله را پخش کرد، مسکو اوکراین را به دست داشتن در این حادثه متهم می‌کند. کیف همگونه دست داشتنش را در این حادثه رد کرده است. در رابطه با حمله به کراکرس 11 نفر دستگیر شدند که 10 نفرشان شهروندان تاجیکستان هستند. سفیر روسیه در تاجیکستان از تلاش‌ها برای خلال‌دار کردن مناسبات مسکو با کشورهای آسیای میانه گفت. سیمیون گریگوروف هفته گذشته ضمن یک همایش در دانشگاه اسلاویانی در دوشنبه گفت هدف از حمله نه تنها کشتن آدمان بلکه خلال‌دار کردن مناسبت‌های بین مردم و ایجاد اختلاف در صلح بین ملت‌ها و دین‌ها در کشور بوده است. همزمان با گفته گریگوروف مخالفان روسیه گویا دلایل‌های تاریخی را تحریف می‌کنند تا روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی را ویران کنند، اما سفیر روسیه مشخصاً از هیچ کشور نام نبرد. او اضافه کرد که گویا مخالفان روسیه با پهن کردن عقیده‌های غرضناک در بین جوانان مشغولند که بیان کننده نقش روسیه در کشورهای آسیای مرکزی نیست. دیپلمات روس در حال از پهن شدن عقیده‌های ضد روسی در کشورهای آسیای مرکزی حرف می‌زند که بعد حمله به کراکرس برعکس شکایت‌ها از فشار و بدبینی نسبت مهاجران در روسیه زیاد شده است. مهاجران میگویند که آنها را با بهانه‌های ناچیز به اداره پلیس برده از کشور اخراج میکنند و هم ساکنان ملکی آنها را تحقیر میکنند یا از خدمت رسانیشان دست میکشند. معاون رئیس ناحیه شهر توس که همزمان مسئول کمیسیون دعوت به ارتش در این گوشه ولایت ختلان بود، به اتهام گرفتن رشوه دستگیر شده است. آژانس مبارزه با فساد کاملجان میرزا بدلزاده را به آن متهم دانست که برای خلاص کردن یک جوان از خدمت حربی از والدان او پول گرفته است. این منصبدار را 18 اپریل امسال دستگیر کردند. نظر خودش و وکیل مدافعش به قضیه معلوم نیست. دفتر مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالیوی در کشور 24 اپریل گفت بازداشت معاون رئیس شهر توس بر اساس شکایت ساکن همین ناحیه صورت گرفته است. این شخص گفته که معاون رئیس ناحیه برای از خدمت آزاد کردن پسر مهاجرش از او 5000 سومانی پول طلب کرد. کاملجان میرزا بدلزاده بعد از گرفتن 5000 سومانی در داخل ماشینش دستگیر شد. خبر داد آژانسی. به ضد او به اتهام گرفتن رشوه و بر اساس قسم 2 ماده 319 کدکس جنایی پرونده گشودن با او جریمه یا تا 7 سال زندان تهدید میکند. رئیس کمیسیون دعوت به ارتش در ناحیه شهر توس در روزهای بازداشت شده است که در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به خدمت حربی ادامه دارد. پیشتر نیز بعضی از نمایندگان اداره‌های دولتی از جمله کارمندان کمیسریات‌های حربی به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. بحث تازه نبودن کوچه‌های شهر باختر مرکز ولایت ختلان بارها در رسانه‌ها صدا داده است. ساکنان با گذاشتن عکس و نوارها در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب می‌کنند که پرتوها را سریع وقت بردارند. در اول سال شهردار نوی باختر در حضور خبرنگاران گفت یک وظیفه او بعد تعیین شدنش تازه نگاه داشتن کوچه‌های محله‌های شهر باختر است. با عوض شدن رئیس این شهر آیا باختر تازه شده است؟ نظر ساکنان شهر باختر و مهمانان آن را یکجا می‌بینیم. مثلا پرداخت کانکا دیر کیسان شیخ توزان میکنند که پیش خانه‌ای که حضور خاطر توزان میکنند خیلی کمتر یک خیلی جدا هست. مثلا پیش دو ماه تا جدا هستند
اما مثلا پارتو کمک همی بیزبیش همی آید ابو خونده توزگی تیز توزه خیلی اون شپیرگی ما جو نخواهد ما این چیزا مشاهده میکنم لیکن ما گناهگار اهالی را حساب میکنم گناهگار حساب نمیکنم اون مؤسسه هایی که برای تازگی برای پرتوها را سر وقت بردن سبب های گناه در اونجا مثال مبلغشون نمیرسه یا اینکه مثال ماشین نمیرسه این چیزا را ما چی کردن تحلیل کردنی نیستم لیکن اهالی ما چرا پرتوگاه ها معین برای هر یک کوچه جا هست لیکن همو را در همو جایی معین جدا شدگی همو جدا نمی پرتویان راه رو دا کودکا بسیار وقت پرتو در اویله در همه خاندان کودک میفرمان او را نمیگن پدر و مادر که شما کجا دا پرتوفتین پرتوگاه درون همو دا پرتوفتین یا یگان جدا برده همین چیزا را من مشاهده کرده بسیار افسوس میخورم که پدر و مادرای ما کلانای همه اویله ها همین چیز دا بی‌پروایی ظاهر میکنن خالقش با تمام خودمون با تو داشتیم که مثال یک فاز نگیره اینا پارچه نکنه خودمون اونجا اسپیشال اون چیزا موندگیه برای اون پارتو جا پارته میشه ما خودمون تو داشتیم با دیگه کنیم خیلی خدا خیلی میشه آینده اون کم خیلی وقتاش هم مشاهده میشه خیلی یا بدوزن روزگر یا کدام در درونی همین شهر بسیار هم خیلی کارو میشه همین روزگر ما اصلا در اینجا مهمونیم ما شهر دوشنبه ما ساختمانچی در اینجا کار میکنیم عامل افلاسایی اصلا همون آدم به تربیت همین آدم تربیت داشته باشه افلاس هم نمیشه آدم اگر تربیت داشته باشه کمبودی هم نمیشه و اصلا عامل اساسی اویله میشه اگر تربیت در اویله نباشه همش درست میشه اگر نباشه همش کمبودی اکثر اویله سر میشه آقا جان ما اینجا نیستیم نمیدونم اینجا چی گفتی حالت تازگی سانیتری این آب روی وطن ما آب روی شهر ما تازگی را باید همه رعایت کنه تازگی برای سلامتی است اول خیلی میستود نمی چی مسرو میستود روز میگیرن همش توزه همش همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. پرزیدنت جو بایدن قانون درباره کمک به اوکراین را امضا کرد. بایدن در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید گفت این گونه کمک‌های حیاتی برای شریکان آمریکا ضرور است تا آنها توانند از استقلال خود دفاع کنند. در قصر سفید گفتند ارسال اسلحه به اوکراین الکی این هفته آغاز می شود. بسته اول کمک‌ها که از 1 میلیارد دلار عبارت است، تسلیحات برای نظام ضد هوایی، تیر توپخانه و موشک‌ها عبارت است. بعد چند ماه بحث و بررسی اخیراً مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمک‌ها به اوکراین را در حجم 61 میلیارد دلار قبول کرد. سنا هم این سند را تصویب کرده است. بعد از قرقیزستان در قزاقستان نیز می‌خواهند تیک تاک را بندند. در وزارت اطلاعات قزاقستان گفتند این مسئله در حال بررسی است. آیدا بالایوه وزیر اطلاعات قزاقستان گفت در تیک تاک محتوای غیرقانونی می‌افزاید و علاوه کرد که مسئله بستن این شبکه اجتماعی محض بعد آن روی دست گرفته شد که این شبکه را در قرقیزستان محدود کردند. در قرقیزستان شرکت‌های تأمین کننده اینترنت از 18 اپریل دسترسی را به تیک تاک محدود کردند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 اپریل را فرا می‌گیرد. 25 اپریل سال 1900 عبدالرحیم حاجیبویف نخستین رئیس شورای ناظران خلق یا سروزیر تاجیکستان شوروی تولد شده است که نقشش در بنیاد جمهوری سوسیالیستی بحث برانگیز یاد می شود. یک گروه تاریخ شناسان حاجیبویف را شخص مهم در تشکل جمهوری جداگانه شوروی در هیئت SSSR می نامند. گروه دیگر او را در بی ارادگی سیاسی عیبدار می کنند که در نتیجه قلمروهای تاریخی و فرهنگی سمرقند و بخارا به حدودهای ازبکستان گذشت. در 38 سالگی با اتهام ملتگرایی بورژوازی به قتل رسید.
بهار سال 1973 را سابقه‌داران حزب نهضت اسلامی زمان تأسیس این گروه در تاجیکستان مینامند، هرچند ثبت نام رسمیش 12 سال بعد در اوج پاشخوری SSSR صورت گرفت. حزب نهضت اسلام همچون یکی از طرف‌های جنگ شهروندی سال‌های 90 در هیئت اتحاد اپوزیسیون زیر سازشنامه صلح امضا گذاشت و چند عضوش به حکومت شامل شد. این تشکل تا سال 2015 یگانه حزب دینی رسمی در قلمرو آسیای مرکزی بود که در پارلمان تاجیکستان نیز نماینده داشت، ولی تیر ماه آن سال در کوشش تبادلات دولتی گناهکار و با قرار دادگاه ممنوع و تروریستی اعلان شد، اتهامی که مسئولین این حزب همیشه رد کردند. 25 اپریل سال 1917 هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک توفا فاضلова تولد شده است. هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی 68 سال عمر دید. سالیان زیاد در تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی و تئاتر درامایی به نام لاهوتی دوشنبه کار کرده، یکی از هنرپیشه‌های شناخته سینمای تاجیک هم بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 115-117 سومانی برابر است $100 آمریکایی باشد تا 1090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری می‌کنید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید.